سلام، حال و احوالتون چطوره؟ دوستان نگران نباشی، این صدای تیر و تیرکشی کوسه و صیدلیه. این روزا دیگه لنگ و لگد رو گذاشتن کنار، انداختن تو خط کیو کیو بنگ بنگ. آره رفقا، دیگه پرده کنار رفته و عالم و آدم فهمیدن که جنگ کوسه و صیدلی سر لحاف ملاست. یعنی دعوای عمامه سلطنته. بعد از اون آفقان پریشب جنتی، حالا نوبت رسیده به آخوندی به نام علیزاده که پاک قاطی کرده و از طمع کوسه برای فتح مجلس خبرگان نوشته. برخی وادادگان سیاسی دیروز و تازه به دوران رسیده های امروز به بهانه فضای به اصطلاح اعتدالی پیش آمده در طمع فتح مجلس خبرگان آینده با حرص و ولع به دنبال ایجاد ساختاری انفعالی و ارتجاعی برای مجلسین شورا و خبرگان آینده هستند. در تفکراتشان به فکر تسخیر مجلس خبرگان و اثرگذاری در امر رهبری آینده نظام با طرح این ادعا که حداقل میتوان معادله مجلس خبرگان آینده را 50-50 به هم زد. ملاحظه کردی؟ به دار و ندار عظما چوب حراج زدن. هنوز زهرخوران به سرانجام نرسیده، دنبال حلواخوران صیدلی هن. حالم بده، احوالم بده، امام و مقوایی دیدم، خودم و لگد مالی دیدم، خیلی بده. حالم بده، حالم بده، حالم بده، احوالم بده، امام و مقوایی دیدم، خودم و لگد مالی دیدم، خیلی بده. حالم بده، حالم بده. بله، حالش بده، خیلی هم بده. حالا تو این هیر و ویر از همه نسناستر شیخ اکبر کوسه است که با خاطراتش حال عظما رو بدتر میکنه. جدیدترین خاطره کوسه رو بشنوید که از مراسم صفرابرون عظماست. ببینید کوسه چجوری همچین زیر جلکی عظما رو دراز میکنه و جسم ناقص و اسقاطی صیدلی رو چماق میکنه میزنه تو سر ولایت. آقای محمدی یک ملتایگانی اطلاع داد که درد معده آیت الله خامنه‌ای شدت پیدا کرده و دکترها توصیه به عمل جراحی کردند. برای حضور هنگام عمل جراحی آقای خامنه‌ای به بیمارستان قلب رفتند. ناظر بیهوشی و بریدن و انجام عمل جراحی و بخیه زدن و سپس محتویات کیسه صفرا بودند. محتویات کیسه صفرا سیاه رنگ بود و سنگ دونه درشت داشت. بعد از عمل یک کمی صبر کردم و به خانواده ایشون دلداری دادم و به خانه آمدم. هنوز به هوش نیامده بودم. به پزشکان گفتم سریعا اطلاعیه انجام عمل رو بدهم. همه اینایی که گفتم واسه این بود که بگم که شاهد بیرون ریختن دل و قلبه ایشون و محتویات سیاه رنگ کیسه صفرا بودم. اون زهر آتش بس بوده که محتویات کیسه صفرای عظما رو سیاه کرده بوده. اما این یکی زهر با اون یکی زهر خیلی توفیر داره. این یکی زهر صفرا که سهله، دل و روده عظما رو سیاه کرده، اصلا از دنیا منقطعش کرده. در یکی از حالات احساس کردم که من میرم، یعنی دارم میمیرم. یعنی احساس کردم که
مرگ در مقابل منه. این احساس رو انسان داره و منقطع میشه، از همه چیز منقطع میشه و من این حالت انقطاع رو در اون وقت احساس کردم. آره حالا هم کوسه خیز برداشته تا عظما یه بار دیگه حالت انقطاع رو احساس کنه. اینجاست که سیدعلی شستش خبردار میشه و میناله که بله. اگه بر ما چه کردم تو با ما چنینی، با این صورتت میخوای جای ما بشینی. اکبر ما چه کردم تو با ما چنینی، با این صورتت میخوای جای ما بشینی. اکی اکی اکبر اکبر ببار صدا تو اکبر، اکی اکی اکبر اکبر بکش سسا تو اکبر، وای اکی اکی اکبر اکبر ببار صدا تو اکبر، اکی اکی اکبر اکبر بکش سسا تو اکبر. یادت تو رحلت امام گفتی بشو سر نظام، یادت تو رحلت امام گفتی بشو سر نظام. تا اینو جواب شنیدم فرشی زیر پاتو کشیدم، تا اینو جواب شنیدم فرشی زیر پاتو کشیدم. وای اکی اکی اکبر اکبر ببار صدا تو اکبر، اکی اکی اکبر اکبر بکش سسا تو اکبر، وای اکی اکی اکبر اکبر ببار صدا تو اکبر، اکی اکی اکبر اکبر بکش سسا تو اکبر. اکبر تو با غربیا نپر با مرابیا، اکبر تو با غربیا نپر با مرابیا. نکنه تو این خماری اشکامو در بیاری، نکنه با زهر ماری بابامونو در بیاری. اوی اکی اکی اکبر اکبر ببار صدا تو اکبر، اکی اکی اکبر اکبر بکش سسا تو اکبر، وای اکی اکی اکبر اکبر ببار صدا تو اکبر، اکی اکی اکبر اکبر بکش سسا تو اکبر.